گنجایش جورشت که تا سواحل مکران شمشک بوده و باز چهایی هشکوتگی بله هنو گویی گزارشا گمارا ورو همراه ببایی چه گنجایش زرکاری و زرورزی جورشت که بلوچستان توکا به هلاکی رسته شما را پیشی بداریم. همانطور که شما گندوکتان یه محدوده اشین که یه مسترین کشتارگاه منطقه بلوچستان و نگور بوده و پیسرهایی در که 400 نفر کار کده. این کشتارگاه گاب، گوسفند، به قول معروف اما گوک و اشتر و پس بوده. ایشی واجه یعنی ایشی صاحب کار مورد بیماری مسئولان قرار گرفته و ادا تعطیلی کده بشه بسته. وقتی ادا بندک بود ما لوٹین چه مسئولان اگر نیایتان حمایت نکنه لاقل نانبری هم مکنه. با جالبترین قصه هدانه که مسئولان چهشی که کشتارگاه جنوب بلوچستان نیستن گله کننده و بازین کولو قرار و وعده دیانتین پا نوکین گنجایشان که گنده تان. در ادامه گزارش شما گنده تان یه روچان بلوچستان مردم گم مشکل گوشت مرگا دیم پدیم هستند و همچوش به تونمایی جورشت و صادر کنگا هم هیچ کاری انجام نبوده. نگور، پسابندر و بریز کارخانهانی هستند که پاکی یا تعطیلند یا که هفته 2 روز کار کنند بله پرچیا هیچ گنجایشی جورشتی که مهم هستند چهایا مدد نکنند. هر سه تولید گشتر ببیتیم و طلبیتشن که هر لانچی هم سر کار ببیتیم و یه لانچ هم هر 25 نفری که کارگر داریتیم سر کار برام و هر 25 نفر یک خانواده ای داریتیم و یه لوٹی سے کہ مسئولان به فکر یہ ببینند و صیادان حمایت بکنند. ادا شرکت صنعتی پسابندر که کله هم پشت سر گندگه یک کارخانه کله هم درستگی تونمایی گم تو شن که تعطیل یه روزیشان فعال بودن و هر کارخانه بالای 200-400 نفر کارگری بوده و اینکه درسته که مسئولین تولید کننده حمایت بکنن و یه کارخانه را بکپن تو و جوانا یا بانوانی که جنینانی که بودگنشین که بی سرپناه و بی سرپرست نیدا کار کتا و رزق و روزی که برده و تیلوگه تا لوٹو که یه مسئولین تشا حمایت بکنن پا امید روچی که یه کارخانه را بکپن تو جوانان و همین مکیمات و بواران سر کار ببیننده. من نسوار چه شما گندوکان پایگاه تلرسانی میار جله که گمارا برو همراه بودگی.